شیک عجایب ولی همین یک وجب متای دیگر نرسید ها؟ متا نرسید وکای ارزو جان ولی جایزه رسید. ببینه بعضی خواهرای تاجیکی ما لباس بپوشن شیفان کامبخت اگر همون پایاننگی به چیزش نباشد تمامی بدنش میتابد. خیریت که همون سینه بندک برامدست یا پلافکر اگر هوایی نباشد همه سینه هاش هم میتابد هم جای در کارش میتابد. مگر این مسلمان است؟ در بدن لباس دارد پیغمبر خدا گفتند اما لباس رالی خودش اجرا نمی کند وظیفهش به جا نمی بیارد یعنی بدنش نمی پوشاند بدنش همش میتابد. کدامش کمبینشکی داشته باشد یک نوع کمبینشکی نداشتگیش همش مائلاتون. این زنها گفتن از شریعت دور شده هستند از اخلاق جدا شدگی هستند. ممیلاتون دیگرها هم از اخلاق دور کننده هستند. موهای سراشان در گردی سرشان کلوله کردگی این پیغمبر خدا 1400 سال پیش گفت تا وقت این زنها نبودن موی سراشان بلند برداشتگی مثل کوفان شتر سری لج میگردن. حضرت چی گفتن؟ لا یدخلن الجنة این زنها بهشت نمیدرایند ولا یذقن نعیمها بوی بهشت. پدرای عزیز بستن رویمال و پوشیدن بدن زن این فرض است یعنی این حکم قطعی خدا هست این فرمان خدا هست. کدام زنی کی کدام دختری کی اگر گوید که من رویمال نمیبندم این به زیبایی من خلل میرساند من این قبول ندارم این زن این دختر کافر است و این نمیشود نکاح کرد و این نمیشود فقط مراد جنازه کرد. در که همه ملاها میدانند کسی یک فرض خدا را قبول نکند رد کند و کافر است. آخه این رویمال امر خدا هست. قرآن پروردگار به ما و شما خطاب میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. این امر خدا خودان پدرای عزیز قرآن گریخانه امروز قرآن با خودی کریلی ترجمه شده است. در سوره نور خدا میگه باید زنهای مسلمان وقتی که به کوچه میبرایند بر سر خود رویمال پرتایند که موی سری اونها را پیشی بری اونها را از چشم بیگانه ها پنهان دارد. این امر خدا هست. میشود امر رئیس جمهور کسی اجرا نکند؟ چگونه ما امر خدا را نمیتون اجرا نمیکنیم؟ فقط در پیشگاه خدا چی جواب میتید؟ پدرای عزیز شما فقط چی جواب میتید؟ خداوند به خاطر یک زن 4 مرد فقط عذاب میکند. حضرت امام حفص کبیری بخاری میگه یکی پدرش یکی شوهرش یکی برادرش یکی فرزندش. بنابراین بچه های خوشرو برای زناتان شما جوابگر هستید. امروز زنهاتان سری لج میگردد کرتی آستین کلته میپوشد پیشی برش لج در کوچه میگردد شما برای و فقط جواب میدید. شما چگونه مرد هستی من نمیفهمم اما من مرد هستم. اگر اگر حالتی چیز همسر میبینم دنیا گشته میگیرد من شما چطور مرد هستی من نمیفهمم که پیشی بریز زناتان تا بالای سینه لج در کوچه آدما تماشا میکنن رشتا نمیبیاد. خداوند زن زیبا آفریده است موی سرش زیبایی دارد همش زیباست لیکن برای شوهرش خواهرای ما خواه سری لج میکنن خواه کرتی آستین کلته میپوشن خواه پیشی برشان لج در خانه برای شوهرش همش درست است. اما وقتی که کوچه میبرد باید در سرش رویمال پرتود. کوچه میبرد باید در بدنش یک پلاش پوشد. وای زنی مسلمان است وای اروپایی نیست وای مسیحی نیست وای مسلمان است و این مسلمان گفته فقط جنازه میکنه. در روایت دیگر حضرت گفتن العنوهن فانهن ملعونات. این تو زنهای بی حیا و بی حجاب لعنت کنه زیرا که اونها لعنت کرده شده است. آخه پدرای عزیز شوهرای عزیز آخر شما در لعنت خدا گرفتار وقتی که دختراتون اینطور میگردن. نگوید زبان هم است زبان هیچی نیست است. زبان ما و شما تغییر بدیم مدنیت ما و شما میبراریم. انسان است مدنیت ساز انسان است تغییر دهنده زمان. وقتی که من تو دخترامون با رویمال پوچه که برآوردیم دیگه هم دخترش با رویمال برای میشود چیه همه رویمال پوش. مگر دختری تاجیک با رویمال نمیتواند ماده خواهر شفقت شود؟ مگر دختری تاجیک با رویمال نمیتواند در بازار شین سودا کند؟ مگر دختری تاجیک با رویمال نمیتونه در دکان شین سودا کند؟ مگر برای همین هم شرط است که آستینش تا آرین برزنه دو سریلش کند؟ اولش عیبای شما پدراست که پروا ندارید. لباس شما میخرید 100 سامون و $200 در لباس میبیارید دست دختر چطور میدید او چگونه لباس میدوزد نمیپرسه که بچه چون این تو دختی تو مسلمانی تو رو من مسلمان تربیت کردی. این لباسی تو لباسی کافر است
چون این تو پوشید ایستادی یک بار نمیگی. حالا قرآن پروردگار به زنهای مسلمان و به مردها و به پدرها خطاب میکند که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این امر خدا هست، این امر رئیس جمهور نیست. امر فرمان جمهور برات خوابتان نمیبرد برای اجرا کردنش خانه به خانه میدوید. شما برای فرمان خدا را اجرا کردن حرکت نمیکنی. رئیس جمهور هر کار میگیره تو خلاص، اما خدای رئیس جمهور فلکت میکند، فقط در قبر عذابت میکند، فقط در حبس خانه دوزخش ابدی میسوزاند. این فقط ای کار میگیرد. اگر 50 ساعت گیرد رنگی غفار ساعت 20 ساعت سوتود میکنه تمام دیگه ای کار زاید نمیکند. لیکن انشالله اینم نمیکند. این کار اینم مسلمان است. اما چون ما و شما فرمان خدا رو به جا نمیبریم، خیال میکنه که دنیا هم تو میگذرد میره، خیال میکنه که هیچ خیلی مسئولیت نیست. نه عزیزان من، این خطا هست. فقط شما در کرسی جنایت یک همه ما میشینیم. خداوند از این حیاتی ما، از این عائله ما، از بچه دخترامون از ما میپرسد. بنابر خدا به پیغمبرش گفت که یا ایها النبی، ای پیغمبر بزرگوار، قل لازواجک و بناتک، به زنهات بگو، به دخترات بگو، و نساء المؤمنین، به زنهایی که مسلمان هستند و دخترایی که دعوای مسلمانی بکنن به اونها بگو یدنین علیهن من جلابیبهن. وقتی که به کوچه میبرایند بر بدن خود یک لباس پرتایند که بدن اونها را از چشم مردم پنهان کند. اسلام هیچگاه زن مجبوری به خانشین نمی کند. اسلام طرفدار است که دخترای ما خوانند، کار کنند، صاحب کسب هنر شوند، لیکن با آداب اسلامی. ما باشیم هیچی نداریم، 100 سال از اروپا قفا موندیم، محتاج اروپایی هستیم، اما در بد اخلاقی از او پیش رفتیم. اگر دختران در پیشگاه خدا بالای شما دعوا میکنن که خدایا اول پدر و مادر من عذاب کن، که این پدر و مادر یک بار من نگو که بچه به تو مسلمانی روی مال بند، یک بار نگو بچه به تو مسلمانی کرتی آستیندار پوش نگو. بنابراین فتوای من است و فتوای انشاءالله هر عالم با تقواست. هر دختری که سری لوج میگردد کرتی آستین کلته میپوشد و این نکاحش درست نیست. پدر و مادرای عزیز و یار زکس کنه مانند اما رسا بارین آنی شوهرش بره تیتان و یار نکاح نکنه. نکاح برای دو مسلمان درست میشود. خداوند در قرآن نکاح امر میکنه فانکحوا ما طاب لکم من النساء، برای مردی مسلمان و زنی مسلمان. من به شما بچه های جوان تاکید میکنم، بچه های خوش زنگیر تاکید میکنم، خواه آینده فرزنداتان با آداب شود، با حیا شود، خواه که زنهاتان براتان وفادار و با آداب شود. دخترای با حیا و با عفت بزنی گیرید. دخترایی که سری لوج میگردن کرتی آستین کلته میپوشن اونها رو بزنی نگیرید، زیرا که باید نمیتونند برای فرزندی آینده شما مادر شدن.